مخاطبین از رسانه پشت پرده. ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه میگه که منم داشمی رو های گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حالتون خوب باشه، جیبتون پرپول باشه و از همه مهمتر سالم و سرحال باشید. امروز قصد داریم که در برنامه پشت پرده افشا بکنیم پشت پرده بازیگرای نون به نرخ روزخور رو، یعنی بازیگرایی که باد به هر سمت بره اونها میرن به همون سمت. نمونه بارز این افراد این بازیگرای سریال پایتختن، از جمله محسن تنابنده و احمد مهرانفر. چرا این دو نفر؟ به خاطر اینکه این دو نفر در طول چند سال گذشته بارها و بارها مصاحبه کردن، گفتن آقا ما از صدا و سیما خداحافظی کردیم، ما دیگه اصلا پامونو تو صدا و سیما نمیذاریم، ما اصلا اون سم نمیره. البته زیرپوستی اون زیر میرا تو دلشون گفتن اگه پول خوب پیشنهاد بده اولش نه بعدش چرا اگه پول خوب بدن ویدیویی بود. این شده داستان این افراد. قبلا یه اتفاقات عجیب و غریبی رخ میداد و اتفاقاتی که در هیچ کجای جهان اتفاق نمیفته، اما تو ایران قفلش بازه. خیلی راحت جوانهای مردم تو خیابونها میکشن، خیلی راحت هزار تا بلا سرشون میارن. یا اتفاقات عجیب و غریبی مثل سقوط هواپیما و زدن هواپیما با موشک. چند سال پیش ماجرای ساقط شدن هواپیمای اوکراینی حسابی توی فضای بین‌المللی پیچی، تا جایی که رخشان بنی اعتماد، یکی از افراد پرسابقه سینما و تلویزیون، اومد یه فراخوان داد. حالا چه ربطی داره به احمد مهرانفر و محسن تنابنده و اینکه دارن دستمزدهای میلیونی میگیرن جلوتر به شما خواهم گفت. اول میخوام به شما بگم که اصلا ماجرا چی بود که این دو نفر از صدا و سیما خداحافظی کردن. رخشان بنی اعتماد بعد از اون ماجرای سقوط هواپیمای سقوط که نه دیگه زدنش هواپیما دیگه سقوط نکرد دیگه، هواپیما رو به نوعی سقوط وقتی بزنش سقوط میکنه. سقوط هواپیما اوکراینی که 176 نفر از واقعا آدم‌های بیگناه پرپر شدن، اومد یه دونه فراخوان اون موقع داد و گفتش که دعوت میکنم از هنرمندا و افراد مختلف که 22 دی ماه همون سال بیان تو میدون آزادی و اعتراض بکنن بابت این اتفاق و این حادثه‌ای که اتفاق افتاد و گفتود که تو تمام شهرهای ایران هم این اتفاق بیفته. خلاص به رخشان بنی اعتماد حمله کردن، نهادهای امنیتی گرفتنش، چندین ماه رو بازداشت بود، بازجویی بود، ممنوع الخروج شد، هزار تا اذیتایی که خود شما بهتر از من میدونید سر رخشان بنی اعتماد آوردن. بعد از اون یکی از این خایمالای یکی از این آدمایی که توی سیستم واسطه برای اون سیستم میماله اومد و حالا ماجرا خداحافظی اینا هم میگم، اومد و یه صحبتی کرد. آقای محمد صادق کوشکی، یکی از افرادی که اصولگرا هم هستش، اومد توی صدا و سیما این صحبت رو کرد و توهین کرد به رخشان بنی اعتماد و بازیگرای دیگه‌ای که حمایت کردن از این فراخوان. بشنوید. ما باید شیرینی پیروزی با آمریکا رو با تلخی تکرار حوادث آبان ماه تو دی ماه امسال مشاهده بکنیم. آیا باید اینا راحت دستشون باز باشه که 40 سال خدمت سپاه رو در واقع هدف قرار بدن؟ کدوم سپاه؟ همون سپاهی که چند وقت پیش ما بیش از 40 تا از بچه‌هاش تو مرز سیستان و بلوچستان هدف ترور قرار گرفتن. اگر اون بچه‌های سپاه تو مرز نبودن، خانمی که تو میای فراخوان میزنی، میدونی که دست امثال عبدالمالکی ریگی به تو و دختر تو کس و کارت میرسید؟ شاید هم خوشت میومد، شاید دوست داشتی، ولی مردم ایران دوست ندارن. شاید خوشت میومد. همین جمله خیلی واکنش برانگیز بود. خودت دانشو بشنوید. اتفاق بیفته. به همین خاطر وقتی میگن سپاه، یادشون به تک تک اون بچه‌هایی میفته که همین الان دارن چارگوشه مرز از بچه‌های سپاه و بقیه نیروهای مسلح مرزبانی میکنن که ما زندگی راحتی داشته باشیم و توی خانم هنرمند بیای علیه سپاه نفرت پراکنی بکنی به بهانه حادثه هواپیمای اوکراینی و فراخوان. بله خب همین یه تیکه جملهش که اومد گفتش که شاید شما و امثال شما خوشتون میاد، حسابی واکنش برانگیز شد. البته واکنش‌های فیک، نه واکنش‌های واقعی.
انجمن مستندسازان، خانه سینما، کانون کارگردانان و بسیاری از افراد معروف و مشهور نسبت به این قضیه واکنش نشون دادن. من یک سوال دارم از انجمن مستندسازان، کانون سینما و نمیدونم خانه سینما و کانون بازیگر. شما به جای اینکه همچین فراخوانایی بدید و به نوعی خودتون رو مدافع حقوق هنرمندها و سلبریتی‌ها نشون بدید، فکری به حال حقوق بازنشستگی بازیگرا بکنید، فکری به حال بیمه بازیگرا بکنید، فکری به حال آینده بازیگرا بکنید. اینکه یه سری آدم نورچشمی که خیلی راحت میتونن ارتباط برقرار بکنن با بازیگرها و با تهیه کننده و خیلی راحت بخوان یه سری کارها رو انجام بدن و خیلی از بازیگرایی که خاک سینما رو خوردن، خاک تلویزیون رو خوردن، پشت درهای سینما و پشت درهای تلویزیون و فیلم‌های سینمایی و سریال‌ها باقی میمونن و نمیتونن بازی بکنن به خاطر اینکه نمیخوان پاکدامنیشون رو از دست بدن. شما فکری به حال اونا بکنید، فکری به حال فساد سینمای ایران بکنید، فکری به حال تجاوز و فکری به حال سوء استفاده که یک سری آدم‌ها از جایگاهشون میکنن بکنید. نمیخواد از این فراخوان‌های فیک بدید. خلاصه برای رخ کار هم که شده و واسه چوسی کار هم که شده اومد یه فراخوان رو گفت چی اومده توهین کرده به خانم رخشان، برای اعتماد محکوم میکنیم، جر میدیم. البته اینا همش فیلم بود. بعد از اون فضا که داغ شد، محسن ترامنده هم اومد روی کار، گفت آقا این چه وضعشه؟ من پس از ساخت پایتخت 6 قشنگ وسط پخشش دیگه با تلویزیون کار نمی‌کنم و اعلام کرد که در پی توهین به سینماگران تو صدا و سیما دیگه با صدا و سیما قطع همکاری. خیلی همین ازش واکنششون داد بهش. حالا ماجرا چی بود؟ انقدر پایتخت 6 رو شخمی ساخته بودن و انقدر پایتخت 6 ضعیف بود و انقدر پایتخت 6 بهش انتقاد شده بود، محسن ترابنده مجبور بود از این ترفند استفاده بکنه تا فاصله بگیره از صدا و سیما. از اون طرف احمد مهرانفر هم همین کارو کرد و اینم اومد گفتش که در پی نمیدونم توهینی که شده و اینا من همکاریمو با صدا و سیما تموم کردم و در کمتر از 2 ساعت پیش که محسن ترابنده پایان همکاری خوش اعلام کرد، این اومد گفت آقا من خداحافظ دیگه وارد صدا و سیما نمیشه. اما درست همین احمد مهرانفر چند ماه بعدش وقتی نکسش هم میبینید تبلیغ یه برندی رو بهش دادن، تبلیغ روغن با چی دادن خوب نیست ولش کن، تبلیغ یک روغن رو بهش دادن، اومد خیلی شیک و مجلسی تو صدا و سیما تبلیغ کرد. آقا تو مگه همونی نبودی گفتی آقا من صدا و سیما خداحافظی میکنم؟ آقا تو مگه همونی نبودی گفتی آقا توهین کردم به هنرمند من؟ چیه پولش خوب بود؟ چسبید؟ چربید؟ چی بود؟ این قضیه دقیقا برای محسن ترابنده هم پیش اومد و محسن ترابنده که گفت آقا من کلا با صدا و سیما قطع همکاری کردم، حالا عنوان شده که دستمزدی بین 5 تا 7 میلیارد تومان برای پایتخت 7 برای خودش در نظر گرفت. چرا بین 5 تا 7؟ و حال اینا آپشن دارن، دقیقا مثل فوتبالیستا که آپشن دارن، خودشون اسپانسر بیارن فلان کارو بکنن، نمیدونم بخوام بنویسن، نمیدونم اصلاح بکنم، با آپشناش میشه 7 میلیارد تومان. یعنی ناقابل هر قسمت پایتخت 500 میلیون تومان پول میریزه به جیب محسن ترابنده. البته اینا که نمیان رسمی اعلام بکنن و اینا قراردادشون که نشون نمیدن، شفافیت که سرش گرده و فقط ما میتونیم از شنیده ها این قضیه رو بگیم. گفته شده که برآورد ساخت پایتخت 7 هولوحش 50 میلیارد تومان بوده و محسن ترابنده هم یه دونه پست گذاشته اینستاگرام خودش و خیلی شیک و مجلس گفت دارم میرم شروع بکنم. ببینید دما 18 درجه اینجا ورسک و در خرماپزون تهران اینجا خنک دارم میرم که به امید خدا پایتخت رو کلید بزنیم. دما 18. من دوباره چی میشه این افرادی که از صدا و سیما خداحافظی کردن دوباره برمیگردن به صدا و سیما؟ این چند تا دلیل داره. اولا اینکه بهشون پول خوب پیشنهاد میشه، دو اینکه صدا و سیما هم مقبولیت و محبوبیت افتاده و کسی عملا صدا و سیما رو نگاه نمیکنه مگر بخواد یه فوتبالی ببینه، اونم از جنگای، وگرنه مردم اتفاقات تو صدا و سیما رو تو فضای مجازی رصد میکنن.
اونایی هم که تو صدا و سیما معمولا یه حاشیه‌ای درست میکنن، نمیدونم یه لامپی میتره کنن، یه سوتی میدن، یه حرفی میزنن که اون یه تیکشون تو فضای مجازی وایرال بشه که مردم از طریق فضای مجازی تلویزیونشون رو ببینن. یعنی قدیم ها میخواستن یه محصولی رو معروف بکنن، میومدن توی صدا و سیما تبلیغ میکردن که معروف بشه. الان فیلم و سریال صدا و سیما بنرشو دارن تو خیابونا میزنن، میگن ساعت 9 شب توش فلان شبکه تلویزیون ببینیدش. این به خاطر این هستش که در طول چند سال گذشته با سیاستگذاری‌های غلط و با دروغ‌هایی که به مردم گفتن، عملاً مردم دیگه به صدا و سیما و برنامه‌هاش اعتمادی ندارن و برنامه‌های آبدوخیاری تولید میشه. از اون طرف پلتفرم‌های اینترنتی اومدن که شوهای تلویزیونی رو درست میکنن. محدودیت‌های شدیدی که در صدا و سیما وجود داره، ممنوع تصویری‌ها، ممنوع صدایی ها، ممنوع فعالیتایی که در صدا و سیما زرت و زرت اتفاق میفته. البته من فکر میکنم که این ممنوع تصویری ها و ممنوع صدایی ها یا ممنوع کاری ها و ممنوع فعالیتی هایی که توسط افرادی که داخل صدا و سیما هستن داره اتفاق میفته، بعضا سیاست گذاری شده توسط نهادهای خصوصی بیرون از سازمانه. مثلا طرف پلان پلتفرم اینترنتی رو داره، میگه اینو اونجا ممنوع کار بکن که مجبور بشه با من کار بکنی، یا اون یکی رو ممنوع فعالیتش بکن، خب که ما به بهانه ممنوع فعالیتش بتونیم راحت‌تر با دستمزد پایین‌تر بیاریمش تو پلتفرم اینترنت. ببین چقدر سیستم کثیفه. از اون طرف در طول چند سال گذشته صدا و سیما در تولید برنامه‌های تلویزیونی موفق نبوده. مردم دیگه از بین بد و بدتر گفتن آقا بیا همون پایتخت آشغالی که مثل پایتخت 6 ساخته، بیا پایتخت 7 هم بساز. البته مرحوم خشایار الوند نویسنده‌ای بود که توی پایتخت‌های 1 و 2 و 3 و 4 خیلی نقش داشت و تونسته بود که معنا بده به طنز با نگاهی که داشت، اما در سریال ها و در فصل های بعدی پایتخت ما عملا این موضوع رو نمیدیم. پر از سوتی، پر از نمیدونم ادیت های ضعیف، پر از فراز و نشیب هایی که وجود داشت. ولی به هر حال دیگه بین بد و بدتر مردم مجبورن انتخاب بکنن. مردم خاطره دارن با پایتخت 1 و 2 و 3 و براشون دیگه این قضیه بین بد و بدتره. وگرنه اگه سطح کیفی سریال ها بالاتر بره، میگه مطمئن باشید کسی پایتخت رو نگاه نمیکنه. حالا هم محسن تنامنده بود و مونده و احمد مهرانفر و یه بودجه مفتی که اینها گذاشتن دارن اون وسط میخورن و اصلا صداش هم بالا نمیارن که آقا ما خداحافظی کردیم. صحبت تا چی؟ حالا ما خداحافظی کرده بودیم، ولش کن، چیزی بوده، حالا اون رخشان هم جوگیر شده بوده، یه پست استوری گذاشته بوده، حالا ما بذار پولمون رو بگیریم. این شده داستان این افراد. میخوام شما هم نظرتون نسبت به این اتفاقات بگید و شما چی فکر میکنید راجع به این بازیگرهایی که هر لحظه و هر ثانیه یه رنگ عوض میکنن.